سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگه از برنامه‌های راهکار به سبک جیم الف در خدمت شما هستیم. این هفته در خدمت کارشناس محترم مسائل استراتژیک جناب راهکار نژاد هستیم. خیلی خوش آمدید جناب راهکار نژاد. به عنوان اولین سوال بفرمایید که راهکار کاهش تلفات جاده‌ای در ایران چیه؟ در قدم اول باید قیمت بنزین رو افزایش بدیم. اما عامل اصلی تصادفات جاده ها هستن. راهکار نهایی اینه که کلاً جاده ها رو ببندیم و تردد در جاده ها رو ممنوع کنیم. بله. نظرتون در خصوص آلودگی هوای تهران چیه؟ چه راهکاری رو پیشنهاد میدید شما؟ با توجه به اینکه نفس کشیدن در هوای آلوده خیلی سرطانزاست، راهکار من اینه که مردم از تردد در فضای آزاد خودداری کنن و دیگه کلاً از خونه هاشون بیرون نیان. چه جالب. چرا به فکر بقیه نرسیده بود؟ و به نظر شما این ضعفی که در مسائل فرهنگی در سطح جامعه به وضوح دیده میشه رو باید چه تدابیری براش اندیشیده بشه؟ چه راهکاری رو توصیه میکنید شما؟ در جوامع پیشرفته برای تقویت امور فرهنگی بین مردم از قابلیت‌های روحانیت استفاده میکنن. راهکار من اینه که تعدادی زیادی طلبه تولید و بسته‌بندی بشه و به هر خانه ایرانی یک روحانی اعزام بشه تا در خونه ها مسائل فرهنگی تقویت بشه. راهکار من طرح هر خانواده ایرانی یک آخوند هستش. اینجوری هم مردم تو خونه هاشون سرگرم میشن، کسی هم بیرون نمیاد، فلزا آمار جرم و جنایت و کشتار جاده‌ای و تصادفات و آلودگی و هوا و اینا همه کلاً برطرف میشه. آره.